یالا سلام داداش گلم. آقا چطوری؟ خوبی؟ شما خواهش میکنم بفرما. خب داداش چه خبر؟ الحمدلله چقدر نعمت. منتظر کسی بود داداش؟ نه زنگ میزن مثل که این کیه داداش؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ من شیطانم. چطوری داداش؟ آها داداش با توی، با من؟ چون تو مذهبی نیستی با توی. چه معلوم با تو نباشه؟ اتفاقا با خودتم داداش. بیا بغلم. چی میگی؟ میگه من چیکار کردم؟ من الان نماز و روزه و همه چی هستم. بخوره تو سرت. تو یه گناهی داری که شدی داداش من. چه گناهی؟ اسرافکاری. خب اسرافکار مگه چقدر گناه بزرگیه؟ اشتباهت همینه که فکر میکنی اصلا گناه نیست. انقدر گناه تو کوچیک میدونی که اصلا توبه هم نمی کنی. روزی 10 بار اصراف میکنه فکر میکنه که گناه نیست. من هر کارم که کردم مال حلال بوده، با پول خودم بوده، مال خودم بوده، حق مردم رو نخوردم. اینو باش. آخه اتفاقا کاری که کردی حق الناسه. بیت الماله. اون آبی که هدر میدی موقع وضو همش بیت الماله. همش بیت الماله. خیلی متاسفم. الان حق 80 میلیون گردنته با اون آبی که مصرف کردی، یا ابوالفضل. با اون اسرافی که موقع وضو و غسل و کارهای دیگه میکردی. الان حسابت پس معرکت. داداش خودمی داداش. برو دور شو از من. باشه تو داداش برادرم، تازه منم تشویق میکردی کار. الان میبرم شایی که دیگه از این کاره نکنه. باسه بری. اما هرگز اسرافکاری مکن، زیرا اسرافکاران برادران شیاطینند و بدانید که شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس بود. برو دور شو از من. باشه تو